کار، محیط کار و هر آنچه مربوط به کار میشه و ارتباط میگیره به کار و فرد و رابط فرد و تعامل فرد امروزه یک بحث بسیار مهم و بسیار ارزشمند است و من فکر میکنم که عزیزان زیادی به این بحث و به این اطلاعات و معلومات در این حوزه نیاز دارند. در قسمت که محیط کار چقدر بر روان آدمی تأثیر داره، یک سوال بسیار کلی است، ولی اگر به بعضی از موضوعات تأمل شود یا اشاره شود، من فکر میکنم که برای عزیزان روشن و ساده خواهد شد. اول خب باید اشاره بکنم که امروزه زندگی انسان با زندگی انسانهای چند دهه پیش و حتی چند قرن پیش فرق کرده. یعنی انسانها امروز بیشتر انسانهای کار است. انسانهای امروز بیشتر کار میکنند. انسانهای امروز بیشتر با کار هویتشان شکل میده. بیشتر با کار شخصیت و به اصطلاح برند و شناخت خود را به جامعه میده و امروزه انسان ها بر اساس کارشان شناخته میشه، بر اساس کارشان با اونا تعامل میشه، بر اساس کارشان فرصت برش داده میشه، بر اساس کارشان قضاوت میشه. یعنی امروز و در شرایط امروزی کار جزء لاینفک زندگی هر فرد شده و تبدیل شده به یک مسئله بسیار جدی و مهم. یعنی در کل میشه گفت که بسیار اهمیت داره. ای که بالاخره بخش از زندگی شد و بخش کلانی از زندگی شده و یا میشه در این راستا سلامت روان فرد، صحت روان فرد، آرامش فرد، راحتی واقعی فرد همچنان مورد دستخوش است و بعضا مورد تهدید است و بعضا برش آسیب میرسه که من فکر میکنم این نکته را باید عزیزان ما و شنونده های ما، دوستان ما متوجه مسئله باشه که کار امروزی، شغل امروزی، وظایف امروزی یک تعامل عجیبه و یک تعامل بعضا خطرناک و آسیبزای بر روان ما داره که این نکته را میخوایم اشاره بکنم. از نظر روانشناسی محیط حمایتی، محیط آرام، محیط آسوده در کاهش استرس کمک میکنه، در کاهش نارامی کمک میکنه. یعنی اگر سازمان ها، شغل ها و وظایف یا خود افراد این حساسیت را و این جدیت را در نظر بگیرن که چطور میتونن که در کنار کارشان و با داشتن کارشان آسوده خاطر هم باشند، استرس هم نداشته باشند و یا استرس های را هم که داره کاهش بده، کم بسازه، نکته بسیار برازنده و مهم است. در تحقیقات گوناگون وقت ناوقت بیان میشه که بیش از 30% از این افراد و اشخاصی که در سازمان ها و ادارات مشغول کار است، مصروف به کار است، مصروف به یک تعامل کاری است، با استرس دست و پنجه است و استرس داره بیشتر از 30%. و این میتونه که آرام آرام و به زودی مسئله ساز شوه یا مشکل شوه و میتونه که مسئله ایجاد کنه. استرس های هم که معمولا افراد داره و یا افراد با او روبرو میشه به دلیل فشار کاری یا لود کاری و یا بی‌تعادلی است، یا هم بعضا در جوامع مثل افغانستان و کشورهای جهان سوم بی‌عدالتی است، تبعیض در مشاغل و سازمان ها و ادارات است که افراد در اونجا مصروف به کار است. من فکر میکنم که در این قسمت لود کاری یا پشت سر انداختن های کاری یا هم بعضا توقعات بیش از حد سازمان ها و ادارات و مدیران این بیره بالا میبره و بعضا هم تا عدم تعادل خود افراد. یعنی منظور در اینجایی است که مردم آنچنانی که نیاز است بین کار، بین
زندگی شخصی یک بالانس یا تعادل را نمیتونن و یا نمیخواین و یا بگویم که متوجهش نیستن که باید رعایت بکنن، که این نکته مهم است. و در کنارش عزیزانی هم که منیجرها هستن و یا رهبرها هستن، مدیران هستن، رؤسا است، در ادارات کار میکنه و حرف ما را و صحبت ما را میشنوه، برشان بگویم که تلاش شوه و تلاش کنن عزیزان که محیط کاری را یک محیط حمایتی بسازه. تحقیقات گوناگونی را بیان می‌داره که هر قدری که محیط‌های حمایتی شوه، کارمندان راحت میباشند، رضایت شغلی بالا میره، ارتباطات و تعاملات با همکارا قشنگ میشه و آنچه که سازمان به دنبال او است، یعنی اداره و دفتر هدف داره او را دنبال میکنه، او را هم به بسیار قشنگی و زیبایی به دست آورده. و این مورد در کناری که یعنی کارایی را بالا میبره، بهره‌وری را افزایش میده، سبب روابط و بهبود ارتباطات و یا روابط بین دفتر و سازمان همچنان میشه و این تانسته که اینمی روابط و یا محیط حمایتی تانسته که در حالت روانی افراد هم بهبود بیاید و ما باور ما است که هر قدر که حالت روانی افراد بهبود پیدا بکنه و یا ما تلاش بکنیم وقت ناوقت بهبود داشته باشه، خلاقیت بالا میره، نوآوری بالا میره و سازمان ها بیشتر به اهدافشان میرسه. در کناری که کارمندان خوش و راضی هستند، سازمان ها هم به هدفشان میرسند. یک بحث مهم و جدی دیگه دقیقاً همی بحث استرس است. در دنیای کار امروز، در دنیای مشاغل امروزی، یک بحث کلان که وقت ناوقت روانشناسا رو وامی داره به که رویش کار کنه، تحقیق کنه و بعضاً برای بلند بردن ظرفیت های کارکنان کار کنه و حتی بعضی اوقات یا ایره بگویم که چند سال متواتر APA یا همان انجمن روانشناسان آمریکایی چندین سال شعار سالانه خود را و یا تلاشای خود را سالانه به اصطلاح متمرکز می سازه به کار و علل خصوص توجه به کارمندان و به خصوص مسئله استرس. آنچه که از تحقیقات بعضاً بیرون میشه ارتباط بسیار عمیق اختلالات روانی و استرس است. یعنی در بسا موارد اضطراب و افسردگی گره خورده و ارتباط پیدا کرده با وضعیت‌های ناگوار دوامدار در مشاغل و کارها و وظایف. یعنی استرس ها تانسته که برای افراد کارکن یا کارمند در یک اداره و سازمان اضطراب و افسردگی ایجاد کنه، یعنی دچار اختلالات روانی بسازه. بسیاری از این تحقیقات نشان میده که 25% از افرادی که وظیفه داره به شکل نرمال و در بسیاری از مواقع سال و کارها و مشاغل که وقتی بررسی شده و تحقیق شده 25% از این عزیزان ما متاسفانه دچار استرس بوده و این تنها بحث دچار شدن به استرس و یا ارتباطش با اختلالات روانی هم نیست. چیزی که بسیار مهم است و بسیار برازنده است و عمیقاً باید سرش فکر شد، او بحث ارتباط مشکلات جسمی و بیماری جسمی همچنان با مشکلات کاری و یا علل خصوص استرس است. در کنار بیماری گوناگونی که در تحقیقات معمولاً بیرون میشه، یک مورد فشار خون است و یک وضعیت ناگوار جسمی است که حتی سبب مرگ هم میشه. این یک ارتباط عمیق داره با استرس. ما باور ما است که اگر
در محیط کار که قبلا هم اشاره کردم به شما استرس مدیریت شوه و یا ما میخوایم میره بگویم که یکی از مواردی که در سازمان ها ضرور است، مفید است و مفید است، دقیقا مدیریت استرس است و یا بگویم توجه به بحث استرس است و فعالیت های خود فرد، مثلا ورزش، سرگرمی، مدیتیشن و یا اولویت بندی های کاریشان میتونه زیاد برشان کمک کنه و مفید باشه. برای عزیزانی که دچار و یا به اصطلاح دست و پنجه نرم کن با کارها و مشاغل و استرس است، ایره یادآور شوم که اگر میخواین عزیزان، اگر میخواین که بهره‌وری کاری شما بالا بره، عمل شما بهتر شوه، برای مدیریت استرس در کار و شغلتان توجه جدی داشته باشید. روابط در محیط کار، روابط مؤثر در محیط کار، داشتن روابط در کار، بهبود ارتباطات در کار و یا نقش روابط در کار یک بحث بسیار جدی روانشناسی کار و یا بگویم که تعاملات درون سازمانی است. ما اشاره کردم که جهان امروزی بیشتر جهان کاری است، جهان مشاغل است، جهان درگیری ها و مصروفیت ها است و این درگیری ها و مصروفیت ها و مشاغل و مصروفیت های کاری سبب شده که افراد به آنچه به عنوان روابط نیاز دیده می شود یا نیاز است و یا مهم است، او را آرام آرام در بقیه بخشای زندگی از دست میده و این خلای نیاز ارتباطی در فرد باقی میمانه و در اینجا نیاز است که در قدم اول این خلا تکمیل شود که ما نیاز داریم بر روابط و ارتباطات. دوم، نقشی روابط بر کار، بهره‌وری و خلاقیت و شادی و نشاط در درون کار و رضایت شغلی یک بحث بسیار جدی است که همچنان نقش داره. یعنی ما به این باور هستیم که روابط در محیط کار و درون سازمان اثر بسیار عمیق و ژرف بر روابط و کار کارمندان و کارکنان داره و بهره‌وری را و کارایی را بالا میبره. اگر روابط سالم باشه، روابط بهبود پیدا بکنه، این ارتباط مستقیم به استرس داره. ما به ارتباط استرس و اضطراب و افسردگی اشاره کرده بودیم و گفتیم که استرس در بسیار موارد در سازمان ها، ادارات و یا کارها سبب میشه که اضطراب ایجاد کنه و حالا به این نتیجه میرسیم که ارتباط و یا روابط خوب کمک میکنه که استرس کاهش پیدا بکنه. پس میشه گفت که حمایت اجتماعی احساس امنیت میاره و ایرم میشه یادآور شد که روابط ناسالم، روابط مسموم، روابط غرض‌آلود، روابط خصمانه، روابط منفی همچنان میتونه برای سلامت روان کارکنان و کارمندان خوب نباشه. کارکنان با روابط خوب کمتر دچار وسوسه میشه، کمتر دچار ناامیدی میشه، کمتر دچار اندوه و غم میشه و بیشتر میتونه که در پرتو روابط خوب کار خوب انجام بده و این مرحله و مسئله وقتی میتونه مؤثر باشه و کارا باشه که ما در کناری که از کارکنان و کارمندان کار میطلبیم و وظایف میخوایم و اهداف را باید به اصطلاح اونا در یک سازمان کمک بکنه به دست بیاره، باید مهارت‌های ارتباطی را هم از اونا خواهش بکنیم و یا این مسئله را هم در اونا باید
بیشتر کمک بکنیم و در ظرفیت سازی و بهبود روابطشان باید برشان کمک کنیم. در کل میشه اینطور خلاصه کرد که روابط در محیط کار میتونه که اگر سالم باشه بهره‌وری را بالا ببره، خلاقیت را بیشتر بسازه و کارمندان هم از یک رضایت شغلی خوب برخوردار باشه و این میتونه در کل نقش مؤثر و مفید داشته باشه. موفقیت و بهره‌وری کار در محیط کار بدون درنگ که ارتباط داره با بحث‌های ما و پاسخ‌های قبلیم، یعنی اگر بحث استرس مطرح میشه، اگر بحث روابط مؤثر و خوب در سازمان مطرح میشه، همه اینا در بهره‌وری کار نقش و تأثیر داره، میتونه نقش و تأثیر عمیقا داشته باشه. ولی در کناری که ما باید روابط خود را بهبود ببخشیم، مراقب سلامت روان خود باشیم در سازمان و یا ادارات و مدیران مراقب این وضعیت باشه و یا بگوییم که محیط حمایتی ایجاد کنه، در کنارش چند مورد همچنان میتونه به ما در این راستا کمک بکنه. من فکر میکنم که در این قسمت زیاد که نقش داره و زیاد که تاثیر داره در کناری که ما استرس ها را کاهش بدیم، روابط را بهبود ببخشیم، بحث انگیزه است. تحقیقات گوناگونی که در سازمان ها و یا روانشناسی کار، روانشناسی صنعتی و سازمانی انجام میشه، وقت ناوقت بیانگری است که انگیزه و رضایت شغلی بر موفقیت کار اثر عمیق داره. انگیزه بیشتر بهره‌وری را افزایش میده، انگیزه بیشتر رضایت شغلی را حفظ میکنه. 65% از افرادی که به شکل از وظایف خود و یا کارهای خود رضایت داره یا با انگیزه در کار حضور پیدا میکنه، با انگیزه به کار خود ادامه میده، معتقد هستند که شادابیشان، نشاطشان به انگیزهشان ارتباط داشته، به خوب و قشنگ نگاه کردن به آیندهشان، به شغلشان ارتباط داشته. یعنی میشه گفت که انگیزه تانسته که به بالاتر از 65% و یا 65% افراد در کار و شغلشان شادابی ببخشند. روانشناسان باورشی است که اگر روابط تقویت شود، اگر آگاهی افراد بالا بره، اگر استرس مدیریت شود، اگر انگیزه ایجاد شود و نگه داشته شود، میتونه که بهره‌وری را بالا ببره، میتونه که موفقیت را حتمی بسازه. کیفیت زندگی کاری و حالتی که ما در تعاملات کار خود داریم، چی او بحث انگیزه است، چی او بحث شادابی است، چی او بحث آرامش است و یا امنیت شغلی است، بدون درنگ که میشه اشاره کرده که میتونه سر عملکرد شغلی ما و عملکرد فردی ما تاثیر داشته باشه. ممکن عزیزان زیاد در اینمی قسمت به این نتیجه رسیده باشند که ما دقیقا در وضعیت به سر میبریم که روابط ما مختل است، استرس زیاد است، لود کار زیاد است، خستگی زیاد است، بی‌انگیزگی زیاد است، کارایی و بهره‌وری پایین رفته و ما دقیقا با مشکلاتی که یادآور میشیم در این بحث روبرو هستیم. چی کار کنیم که این مسائل واقعا حل شود؟ من فکر میکنم که در این قسمت یک راهکاری که در این لحظه میشه پیشنهاد کرد، استفاده از مشاوره به خصوص روانشناسانی که در روانشناسی صنعتی کار کرده، مسلکی تر هستند، حرفه‌ای تر هستند،
با تجربه تر و یا بگویم که مجرب تر هستند استخدام شود در ادارات، در سازمان ها، و او سازمان ها و ادارات که این گروه از روانشناسان را استخدام کرده عزیزان ما که با مشکلات کاری و شغلی روبرو هستند، در وظایفشان مسئله دارن، مراجعه کنه به عزیزان ما. به طور کلی نمیشه حکم کرد که کدام وظایف مرگ است یا وظایف سخت است و یا وظایف خطرناک است. در کل نمیشه حکم کرد، در کل نمیشه به اصطلاح تاپه یا لیبل زد، ولی آنچه که گزارش داده میشه، آنچه که در تحقیقات بیرون میآید، بعضی از شغلها و وظایف و کارها متاسفانه که خطرش بیشتر از بقیه کارها است و بعضا افراد و اشخاصی که در این مشاغل بوده جان خود را از دست داده. از جمعی وظایف یکی کارهای ساختمانی است، یعنی کارگران ساختمانی و یا افراد و اشخاصی که با ماشین ها کار میکنه و یا بعضا انجینرها هستند، مهندسا هستند، متاسفانه زندگیشان و کارشان یکمی در خطر بوده و در این شغل بیشتر مرگ و خطر گزارش شده. یک شغل دیگه هم معدنکاری است، یعنی کار در معدن است. کارگرانی که در معدن کار میکنه، یا ما در اینجا در افغانستان یک گروه دیگه از افراد و اشخاص را داریم که چاکنها هستند که چا میکنه، و یا بعضا افراد و اشخاص هستند که در حوزه معدن کار میکنن، تحقیق میکنن یا نظارت میکنن، ناظران هستند، میبینن، میگردند، بعضا جان خود از دست داده و یا خطر برش متوجه شده و دست و پایشان از دست داده یا قطع شده. یک شغل هم خدمات عاجل است که من فکر میکنم در این زمره کارمندان اداره اطفایه، کسانی که در حالات بحرانی و یا تیمایی که در واکنش‌های سریع و امدادگرانی که در این حوزه کار میکنه، مثلا کارمندای بخش عاجل، حتی در شفاخانه ها، در مثلا صلیب سرخ یا سرمیاشت یا ادارات خیریه و مؤسسات و اینجاها در این حوزه کار میکنه که عاجل باید به خدمات بپردازه و خدمات عاجل دارن که اشاره کردم. یکی هم وظیفه و یا کار حمل و نقل است یا ترانسپورت است که در این قسمت موتروانهای شاهراها یا مستری ها بعضن که در مستری خانه ها و ماشین ها و اینا کار میکنن، بعضن پیلوت ها، کارمندایی که در دیگه کشورها در خطای ریل کار میکنه یا متروها کار میکنه یا همونطور وظایف داره، شغل دارن در فابریکاها و اینا مصروف کار هستن، به خصوص در بخش حمل و نقل، اینا هم کارشان سخت است، زخم و مرگ داره. یک شغل هم امی بخش نظامی است، یعنی افراد و اشخاص که در اردو کار میکنه یا سربازان اردو است، پلیس است یا نگهبانان است، سکیوریتی است، گارد است. این هم یک شغل است که متاسفانه خطرش زیاد است. تا یک جای کار دهقانی و کاریگری در کوها و اینا بعضا کار سخت است، موتروانی یا بخصوص موتروانی ترک ها و تراکتورها و اینا در کارهای ساختمانی و دهقانی، اینا کارهای سختی است و بیشتر خطر زخمی شدن، معیوب شدن و مرگ را متاسفانه داره و من فکر میکنم که دوستا زیاد نترسه از این کارا، ولی برعکس پیشنهاد می است که سازمانایی که در این حوزه کار میکنه و یا نهادایی که در کارشان اینمی حمل و نقل و ساختمان و خدمات عاجل و اردو اینا هسته، آرزوی میست که رهبرانی نهادها، مدیرانی نهادها بیشتر متوجه این وظایف باشه و مواظب باشن و
حفظ جان کارمندان خود را جدی بگیره و وقت ناوقت به حالات و وضعیت‌های روانی که دچار میشه متوجه باشن. مثلا ما اینجا بعضی از مؤسسات داریم در افغانستان و کابل که در بخش مین پاکی کار میکنه. بعضی از کشورهایی که در اونجا مین است، اینا هم وقت ناوقت مثل اردو و یا پلیس زخمی میشه، جان خود از دست میده. بیمه اینا، خدمات روانشناختی به اینا، کمک ها برای خانواده اینا، حمایت های روانی به اینا یک امر بسیار جدی است و ما آرزو داریم که در قسمت باید توجه مبذول صورت گیره. مشخص نیست که چه وظایفی از آمدن و یا گسترش هوش مصنوعی در کار و وظایف آدمیان دخالت خواهد کرد، ولی این بی‌رویه رشد کردن هوش مصنوعی یا به این رقم یا به شکلی که پیشرفت داره و یا به رقمی که در حالت گسترش است و یا روز تا روز در حالت رشد است، میشه گفت که شاید اکثریت از وظایف در خطر و یا در حالت تهدید باشه و یا نیمه خطر باشه. در کل میشه این را حکم کرد، ولی حداقل مشاغلی که در شرایط فعلی و یا تا حال در خطر افتیده و یا کار این مشاغل را هوش مصنوعی به دست گرفته، کارهای است که میشه برش اشاره کرد. مثلا یکی از این مشاغل کارهای دفتری و حسابداری است، یعنی دفترها و حسابات و مکاتبات و محاسبه ها بیشتر به داخل کامپیوتر رفته و حالا دیگه هوش مصنوعی او را انجام میده. مثلا حسابداری یا مثلا مدیریت مالی یا مدیرایی که شغل مدیریت مالی را پیش میبرن یا بعضی از کارمندای دفتری دیگه شغلای خود از دست دادن. دوم هم یا بگویم یک گروه دیگه از وظایفی که تا فعلا در حالت تهدید است او کارهای تکراری و عملیاتی است. مثلا کار در کارخانه ها یا مثلا کارهای روتین کارگری در کارخانه ها و یا مثلا موتروانی، تاکسی یا اوبر یا رانندگی کم کم در حالت خطر است. بعضی از کارهای مثلا بسته‌بندی و امثال و موارد. یک گروه دیگه از وظایفی که مثلا خدمات مشتریان است، مثلا کارهای که در بعضی نهادها انجام میشه خدمات مشتریان است، یا مثلا کارهای که بیشتر به تلفن و یا جوابای مستمر و دامدار و معمول انجام میشه، یا بعضا فروشات یا خدمات در قسمت فروشات، اینا دیگه آرام آرام از دست انسان میره. یک کار دیگه هم که یک بحث است، یک شغل است، ترجمانی است یا به اصطلاح بگویم نویسندگی. مثلا کار مترجمان، کار ادیتران، کار محتوا نویسان، کار نویسنده ها در کل، ویراستارها، ادیتورها آرام آرام به دوش هوش مصنوعی یا مثلا همان چت جی پی تی و بقیه اپلیکیشن های است که در هوش مصنوعی روزانه او را بیرون میکشه، کمپانی ای آی. یک گروه دیگه از شغل ها و یا وظایف تحلیلگری و یا گزارش نویسی است که در بعضی کمپانی ها دفاتر انجام میشه. مثلا تحلیل دیتاها یا تحلیلگری دیتاها، یا مثلا متخصصانی که در این حوزه کار میکنه، یا بعضی اوقات گزارش نویسا. این وظایف هم در خطر است و دیگه هوش مصنوعی او را انجام میده.
تا یک قسمت بازاریابی دیجیتالی یا آنلاین یا کارهای دیجیتال و تبلیغات که به شکل دیجیتالی یا حتی بعضا در شبکه‌های اجتماعی بعضی فعالیت ها و سروی ها و انالیز ها و تحلیل ها وقتی که انجام میشه فعلا دیگه او را انسان ها انجام نمیده و هوش مصنوعی او را به دوش گرفته. ولی یک نکته را میخوایم اشاره بکنم در قسمت در ضمنی که ما این وظایف را ازش نام میبرم و در حالت تهدید است و حتی تهدید شده و این از وظایف خود از دست میده یا انسان وظیفه خود را از دست میده و حالتهای عجیب و غریب روانی درش ایجاد میکنه. ما باورم هم است که اگر آدمی تلاش مستمر انجام بده و همسو با هوش مصنوعی تلاش کنه که ظرفیت ها و مهارت های خود را هم بالا ببره، میتونه دوش هوش مصنوعی و یا فعالیت هایی که حداقل تا یک زمانی که میتونه با هوش مصنوعی پیش بره. و یا اینطور بگویم که اگر آدمی مهارت های خود را بالا ببره، ظرفیت خود را بالا ببره، من اینطور تصور میکنم که از اینمی قدرتی که هوش مصنوعی داره و یا روزانه اپلیکیشن ها و خدمات هوش مصنوعی یا کمپانی ای آی میتونه انسان به نفع خود رو استفاده بکنه و انسان میتونه بیشتر خود را آسوده و راحت و کارهای خود را به شکل سریع و در وقت انجام بده. یعنی ما میخوایم میره بگویم که زیاد نیاز نیست بترسیم، صرف باید مهارت‌های خود را و ظرفیت‌های خود را بالا ببریم و این مسئله را باید جدی بگیریم. کار و شغل در کل میتونه که استرزا باشه، مسئله ساز باشه و یا آرامش فرد را بگیره و بعضا تعادلش از بین ببره در کار شخصی و کاریش. ولی من فکر میکنم که بله بعضی از وظایف هست، بعضی از کارها و وظایف متفاوتر هست که استرسزا است و بیشتر استرس ایجاد میکنه. یکی از او وظایفی که من فکر میکنم استرسزا است کارهای سنگین و ضرب العجلی است. وقتی که در سازمان، اداره و کار بر شما کارهای سنگین داده میشه و یا محول میشه و بعد ضرب العجل بر شما تعیین میشه، بدون شک و استرس خود در بر خواهد داشت. این وظایف میشه تحلیلگری باشه، میشه خبرنگاری باشه، میشه کارهای وب دیولپری باشه و امثال اون موارد باشه. در کنارش بعضی از وظایف حساس و پرمسئولیت همچنان استرس‌زا است. مثلا کار دکتر جراح یک وظیفه بسیار سخت است. کار یک مدیر مالی بسیار یک وظیفه سخت است. هر لحظه امکان داره که یک اشتباهی صورت بگیره و یک مقداری از پول تا بالا شوه و خطر و حتی بندیخانه و جریمه و امثال موارد را در بر داشته باشه. بعضی اوقات مدیران اجرایی یا مدیریت های اجرایی یا کارهای اجرایی همچنان یک کار سخت است. بعضی اوقات در وظایف و کارهای عادی هم تغییرات و اولویت های ناگهانی هم سبب استرس میشه. مثلا شغل به شکل نرمال جریان داره ولی یک تغییر میاد درش، یک اولویت بندی های فرق میکنه و ناگهانی بعضی چیزهای میاد در شغل و وظیفه. مثلا پروژه ها است انجام میشه، مثلا مدیریت پروژه دیگه یک کار سخت است، استرس‌زا است. مثلا مشاوره در سازمان ها یک کار سخت است برای مشاوران گوناگون، چه مشاوران مالی است، چه مشاوران حقوقی است، چه مشاوران روانشناس است. کارشان سخت است. ارتباطات بعضا همچنان یک کار سخت است، یا بگویم که کار فروش بسیار کار سخت است و بعضی اوقات که وقتی تغییرات میاد بازارها و یا نرخات ها بالا میره، دلار پایین و بالا میره، این میتونه که استرس‌زا باشه. بعضی مواقع خود شغل نه، بلکه برخوردی که در شغل شما با مشتریان دارین، کارمندا، سطوح مختلف در اداره و مدیریت هم یک مسئله است. یعنی
این ذات مهم است که سطوحی که در یک اداره و مدیریت وجود داره یک سطح با سطح دیگه برخورد چی رقم است، کار و تعامل ما با مشتریان ما و یا با کلاینت های ما چی رقم است، خدمات ما چگونه است، فروش ما چگونه است، چگونه مدیریت میشه فروشات، ارتباطات ما چگونه است. این هم میشه که استرس ایجاد کنه و استرس در بر داشته باشه. بعضی اوقات خود شغل نه، رقابت هایی که در شغل وجود داره، سیالی و شریکی و همچشمی هایی که درون سازمان وجود داره، در ادارات وجود داره، میتونه استرس‌زا باشه. مثلا خود بحث فروشات بین چندین کارمند، بحث مارکتینگ در ادارات و سازمان های متفاوت و رقابت های کمپانی و یا رقابت های شرکتی یا رقابت های درون شرکتی در بین افراد میتونه استرس‌زا باشه. بعضی اوقات مشاوره مالی یک کار سخت است و هم استرس‌زاست، میتونه مسئله ساز شود. بی‌ثباتی در شغل، ما و راضی که شغل چی است، هر شغلی که است انسیکیور بودن یا جاب سیکیوریتی نداشتن یا مسئولیت نداشتن شغلی یا عدم مسئولیت شغلی بگویم در شغل و وظیفه همچنان یک بحث است. یعنی تمام شدن قرارداد یا کارهای قراردادی، کارهای فصلی، پروژه ها، مدیریت در پروژه ها و یا سهم در پروژه ها، بعضا پروژه ها توقف شدن، بعضا پروژه ها ناکام شدن، اینا هم میتونه در کل در بحث کار و شغل استرس‌زا باشه که من فکر میکنم در اینجا هم به تحقیقات جدی و مشاوره تخصصی و مسلکی نیاز است که باید متخصصینی بخش او را انجام بده. بسیار مهم است. اصلا میشه طور گفت که نیاز به درنگ نیست. من فکر میکنم که همه ما میفهمیم و آشکار و هویدا است که حفظ تعادل بین زندگی شخصی و کار یا زندگی کاری بسیار مهم است و بحث جدی در سازمان در روانشناسی همی است. یعنی یکی از موضوعات بسیار جدی بحث‌های روانشناسان صنعتی و روانشناسی کار و روانشناسی تجارت در بسا موارد همی است که برای افراد و اشخاص کمک بکنه و یا کمک میکنه که به چه شکل میتونن بین کارشان، کار شخصیشان و زندگی کاریشان چطور یک موازنه و یا تعادل حفظ بکنه. و این حفظی تعادل امروزه تبدیل شده به یک چالش. یعنی این مسئله از عزیزان زیاد ما به اصطلاح خطا خورده و یا بگویم که حفظی تعادل از پیششان شاریده و مسئله شده برشان و یا بگویم که یک چالش هست فعلا. تحقیقات گوناگون در این حوزه وقتی که انجام شده نشان میده که تقریبا 42% از کارکنان از عدم تعادل در کارشان رنج میبرند. یعنی ناراض هستند و میگن که ما نتانستیم که تعادل را که نیاز است بین کار و شغل ما و زندگی ما او را حفظ بکنیم. و روانشناسان بحثشان است که تعادل بین کار و زندگی شخصی باعث کم شدن اضطراب و افسردگی میشه و اگر این تعادل حفظ شود این مسئله کم میشه و این مشکلات کم میشه. ولی اگر ما نتانیم این تعادل حفظ بکنیم دچار مسئله میشیم. این که چطور میتونیم به این کار موفق شیم و یا بتانیم که این تعادل را بیاریم و یا به این تعادل برسیم، من فکر میکنم که در اینجا مدیریت زمان که یک بحث بسیار مهم و جدی در روانشناسی صنعتی است همچنان باید برش فکر شود. فعالیت های تفریحی یک موردی است که باید سرش کار شود، فکر شود.
و ما باورم است که تعادل بهتر بیشتر سبب رضایت شغلی میشه و بیشتر میتونه به ما کمک بکنه و در شغل ما و کار ما بهره‌وری کاری ما کمک کنه بر ما و یک وضعیت خوب را ایجاد کنه. در کل میشه به این نتیجه رسید و یا اینطور جمع کرد بحث را که تحقیقاتی که اشاره کردم در لابلای پاسخ به سوالات شما هشدار دهنده است. محیط کار بر سلامت روان تأثیر بسیار عمیق داره و در جمع بحثایی که در این قسمت و در این راستا زیاد مهم است، بحث استرس است، بحث روابط مثبت است و تعادل است که بسیار زیاد باید سرش فکر شود و جدی پنداشته شود. موفقیت ها، بهره‌وری، خلاقیت، نوآوری، ادامه کار، لذت از کار و رشد کاری، همه اینا به رابطه در کار، به انگیزه در کار، به استرس در کار، به ارتباطات و به خصوص رضایت شغلی، به ارتباطات و استرس و یک وضعیت یا یک حالت خوب حمایتی در یک اداره ارتباط داره و نقش داره در این راستا. ما این مورد را هم بحث کردیم در لابلای بحث و پادکست که بعضی از مهارت ها است که باید توسط کارکنان کسب شود و او نیازمندی امروزی است و شرایط فعلی او را ایجاب میکنه. و آخرین مورد را که میخوایم اشاره بکنم این است که مشاوره و کار روانشناسان و خدمات مشاوره در سازمان ها یک بحث بسیار جدی است و میتونه در شرایط فعلی و در روزگار فعلی میتونه بسیار مؤثر باشه.